پای دریافت قهرمانی نوبتی نمایش راه پیش گرفتیم به محلی بیرون از پایتخت کشور. هنرمند خلقی تاجیکستان سرانده معروف مرادبک نصیرالدین را اگر کسی پیدا نمودن خواهد حتما او را در قطعه زمین بیرون از شهریش همیشه مشغول مهنت در می‌یابد. چون از خردی با مهنت کلان شده است ذره آرامی ندارد. هرچند هوا رو به خنکی آورده است ولی استاد پای تازه نمودن زمین و نرم کردن بیخی بوته و درختان مشغول بود. صحبت ما در همین جا در قطعه نزد حولگی بیرون از شهریش از باب مهنت آغاز یافت. میگوید که همیشه مهنت پسندش بود و هست. اگر چقدر مهنت کنید مقدار خون در گردش میشد. انسان بعد از 50 یک پروسسی فربه‌شوی سر میشه، چون که آدم که مهنت نمیکند آدم فربه شدن تیز میشه. آدم فربه شد با کسلی دچار میشه، هر خیلی کسلی. برای همینم بعد 50 اگر همین مهنتی وزنی نه، مهنتی سبک جسمانی، من درخت شناندن در کار، زمین پوبل کردن در کار، علفای بیگانه گرفتن در کار، همین یک حرکت است. در رفت صحبت خاطرات بچه‌اش رو برقگردان نموده به یاد آورد که هنوز ایام نورسی او صاحب دفترچه مهنتی بود و همان زمان از کلخوز مزد می‌گرفت. تولدم سال 1951. دفترچه مهنتی من از سال 1964 یعنی که از 13 سالگی من در کلخوز کار میکردم. بعد درس برآمده هر روز بعد درس مسافه بین دهی ما تا جایی که مادرم کار میکردن تا بریگادی که مادرم کار میکردن 7 کیلومتر بود. همین هر روز بعد درس من همین 7 کیلومتر میبرمودم، مادرم یاردم میکردم در پخت چینی، در یگانه، در چکنکه، در خشابه کردن زمین یاردم میکردم. با بگاهی همراه مادرم میفرمودم. یعنی که من از سال 1964 همچون کارکنی خواجگی کلخوزچی در دفترچه مهنتیم، یعنی که وای دارم، اعضا حقی دارم. عجایبش یک چی بود؟ اعضاها یک 30 نفر 35 نفر همه زنهای دخترها بودن، در بینشون یک من بودم پسر بچه. بعد همین زنها فرض کردیم که برای من یک سین سالی مادر بریم بودن، خواهرها التماس بگیرن که تو بچم تو خشابه نکن یا تو چکنکه نکن، تو بین همین قطار راختی برای ما سرود خونده رفتن گیر. ما همون زمینی همون جویی که تو گرفتی همون خودمون خشابه میکنیم، تو فقط برای ما سرود خون. همین کاری من روزی دراز فقط سرودخوانی بود برای همون اعضاها. یعنی که قریب که همون مکتب سرودخوانی من از همون وای سر شدگی از کلخوز، از همون درون زمین. ادامه صحبت را در حجره کاریش، در احاطه کتاب ادیبانی پسندیده‌اش، دفتر نوشتجات، اسباب‌های موسیقی، پتیفون حاضر از زمان دوام دادیم. مرادبک نصیرالدین واقعا از زمره هنرمندان کمشماری است که با سخن، متن سرود و مضمون بلند آن دقت جدی می‌دهد و به اصطلاح نه هر سرود را انتخاب کرده می‌سراید. از راه آوردن به صنعت افتخار دارد. من به سوال تیان که شما از نو اگر جوان میشدید کدام کسب پیشگیری میکردید، من میگفتم که بازم صنعت. برای آن که من از صنعت بسیار چیزا یافتم. اولش از صنعت بسیار دوستای خوب یافتم، مخلصای خوب یافتم. تمام تاجیکستان سفر کردم، تمام ناحیه ها سفر کردم. با طبیعت زیبای تاجیکستان
من با واسطه همین فرهنگ صنعت شناس شدم. بسیار تاجیکستانی ها هستن که در تاجیکستان زندگی میکنن بغیر از ناحیه خودشون بیرون ندیدن، نمیدونن تاجیکستان زیبایی دیار خودشونه، آنها تصور کرده نمیتونن. من باشم با واسطه صنعت همین جایی سفر کردم، رفتم، دیدم، با مردم شناس شدم، با خلق و اطوار و با مهمانداری هاشون، با همین چیز شناس شدم و بعد از این بیرون از تاجیکستان سفر کردم. صنعت تاجیک در اونجا یعنی که معرفی کردیم با واسطه انسامبل، یعنی که من از صنعت هم خیلی چیزایی گرفتم. امام غزالی هم گفته بود که سرود و موسیقی را اعجازی هست که گوهر ما را می جنباند و اما این اقتدار را هر سرود و موسیقی و هر سرایشگر متاسفانه ندارد. اما آن سراینده‌ای که مورد نظر ما هستند حافظ خلقی تاجیکستان استاد مرادبک نصرالدین واقعا همین نیرو را دارند که با انگیزه ها و افروزه های روانی دلها و جانهای ما را انگیزه علوی بخشند. یک حافظ بسیار نامکرر، یک انسان بسیار با تواضع، یک نفری که همیشه پژوهشگر هستند. به یاد آموزش آنسان که علامه اقبال گفته بود فطرت شاعر سراپا جستجوست، حافظ و پروردگار آرزوست و یک نفری که همیشه میخواهند تازه کاری کنند در کارهای هنری، ابتکارها به وقوع آورند. یک نفری که میخواهند که همیشه حرفهایشان تازه باشد، حرفهایشان سحر و اعجاز داشته باشد. مرادبک نصرالدین میگوید که پدر و بابایش صنعت بخصوص سرودنگی را دوست می‌داشتند و در محفل‌های مردم مسجد دائم با هنرشان خاطر همه را شاد می‌گردانیدند. من اصلا نامی بابام هستم. بابای من مرادبک بودن. اون کسام هنرمند بودن. یعنی که حافظ بودن. لیکن من ندیدم اون کسا دیگه نیستم. و همون همسالاشون من بچه یاش بودم میگفتن که بابا بسیار یک حافظ عجایب بود، بسیار آواز عجایب داشت، سرود میخواند و اصلا طرف های سمرقند و بخارای و نمنگان و قوقان همینجا رفته سرودخوانی کرده میگفتن. و همین چیز شاید که در دلی من یک علنگه پیدا کرد که بابای من نامی من حافظ بودن گفته و هنوز از یعنی که دوره های مکتب خانه همین چیز به من پیدا شد، همین عشق محبت صنعت. و همین چیز از روی ویم بوده است، از روی گین، یعنی که از ارسی بوده است که پدر ما میخوندن سرود. پدری بزرگوارشان استاد ما بودند. پدرشان آوازخوانی ممتاز هم بودند. من که در همون دهه 1-2 سال معلم بودم، در خانه دوستان و برادران و در توی معرکه ها که شرکت میکردیم، یک سنت است در دهه مدروشکت که مردم جمع میشوند در گرد دسترخوان. مهمانان یا فرض کردیم همون گروه خاصی از توی خورها گوییم، گروه خاصی از مهمانان توی و یا کلاه از سر میگیرند یا یک تقسیمچه حافظی میکنند، بیتخوانی میکنند، نوبت به نوبت با همون آهنگ هایه مردمی درخشان. یگان کس باید که سرود نخوندن نماند، با نوبت همه سرود میخوندن، یعنی که روبایی میخوندن اصلا. لیکن پدر من با یک لحنی خوش، با یک از همین یک روبایی که من از پدرم شنیده بودم، از مولوی: ای دوست به کوی تو رسیدن مشکل،
ای دوست به کوی تو رسیدن مشکل، پا از سر کوی تو کشیدن مشکل. جان در طلب روی تو دادن آسان، جان دادن روی تو ندیدن مشکل. من همین روایات اولین بار از پدرم شنیدم. اما با آهنگم خوندید دکتر؟ با آهنگم خوندم. بعد همین بعد خوندم با آهنگ. با تقلید به پدر و بابا مرادبک نورس هم میل به سرودخوانی میکرد. حادثه شده با راهنمای استادان خواست اکنون هنرش را سنجد. اکنون در همه چاره‌بینی ها شرکت فعالانه داشت و قدمهایش را در راه صنعت آوازخوانی با جرأت‌تر میگذاشت. یک روز همین استاد جوربک مرادوف سفر کردم به سفر هنری به مسجد. در همون خواجگی ما کنسرت دادن. همین سرودی با غزل عراقی شبت خوش باد من رفتم. یکم بار من از اون کس شنیدم و همین که در ذهنم تیز بود که من همین سرود یک 3 بار 4 بار گوش میکردم، از یاد میکردم. بعد چند مدت همین سرود من مشق کردم، از خود کردم، یاد گرفتم با آهنگش و به نزدی وی آمدم. راهبری کروژاک من شادروان عنایت قاسم بودن. نزدی همون کس آمدم و گفتم که استاد شما من همین کروژاکی خود فعالیتی قبول میکنید؟ تو بابات حافظ بود، تو باید حافظی کرده توانی کنی، بیا من تو یک امتحان گیرم. بعد همین سرود خواندم. گفتن که تو آوازی نغز داشتی، تو از همین روز قبول. در یک محفل شادروان سیدوف احمد وقت پیانر وجاتی میگفتیم، من بگفتن که بعد از محفل تمام شدن گفتن که مرادبک پگه سهر بیا من تو یک رباب میتیم. گفتن پگه سهر بیا من تو یک رباب میتیم. اول گفتن که رباب داری، من گفتم نه. گفتن که پگه سهر خانه بیا من رباب میتیم. همین شب خواب نبرد است که من پگه همین آدم رباب وعده کرد. گفته سهری بر وقت که ساعت 6 سرختی خانه‌شان رفتم. خانه اون کس از خانه ما کمتر دورتر بود، ما قریب همسایه بودیم. خانه‌شان رفتم، فریاد کردم. یک بار 2 بار 3 بار کی بود که از خود درک شده شد. برام گفتن که چی میگویی یک داد گستادی سرختی؟ من گفتم وقت دین گفتید رباب میتیم برای هم اومدم. گفتن که آخه خب میمونی از خواب خیزیم یک بر وقت اومدی. بعد رامده رباب رو بردادن، رباب گرفته بردن، دیگر رباب از دست نمیموندن. اولین چیزی که من از با واسطه رباب یاد گرفتم و شعر حافظ بود، استاد بای محمد یوسف. ببرد از من قرار و طاقتش، بوتی سنگین دل سیمین بناگوش. بسیار آسان بود. لا 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 لام درای رارم. همین موسیقیش آسان بود. بعد با همین بعد موسیقی رو یاد گرفته رفتیم. کلفت زده‌ام ساغری اشرت کی من کی. همینطور مکتب را ختم نمود و خواست دانشجو شود. به یاد می آورد که حجتهایش را به فاکولته شرقشناسی سپارید، ولی چون خلوهاش نمی رسیدند با مسئلت یکی از استادان امتحانگیر حجتهایش را بازپس گرفت و رو آورد باز به دهه به نزدی پدر. رفتیم که پدرم خانه های کهنه را کندگی و خانه نو ساختنی. پدرم یک خودشان تنها بودن، اکوی دادر نداشتن. بعد من گفتن که پسرم تو اگر در پهلوی من نیستی کی میستد؟ همه جا به مکتب بدرم ده کار کنم، من به یاردم کن، من تو یک تار خریده میتیم. بعد وقتی که تار خریده میتیم گفتم من به همه شرط های اون کس راضی شدم. بعد من پول دادن، همون وقت 300 سوم پول دادن، 300 سوم پول کلام پول دادن
من آمده از دوشنبه از صابر امک اون کس در همین بازار زلیان شامنسور، بازار شامنسور، همین تارهای آذربایجانی فقط همون کس سودا میکردن همون وقتا. صابر امک این کس پدری ملکه صابر بوده. من نزد همین کس آمدم، از این کس یک تار گرفتم، تار خریدم 250 سوم، تاری آذربایجانی، بسیار تاری عجایب بود. بعد تار گرفته رفتیم با همین. من گفتن که در مکتب در راهبری کروژاک خودتوالتی شده کار کنید. من کروژاک خودتوالتی درآمده کار کردم. بعد صنف 1 گرفتم تا صنف 3 درس دادم. 3 سال معلم شده کار کردم، هم معلم مکتب ابتدایی هم راهبری کروژاک خودتوالتی. من بعد با مصلحت و مشورت پیوندان دانشجو شد و به دانشگاه آموزگاری شهر خوجند شامل گردید. ولی اینجا نیز از صنعتش باخبر شده برایش توسعه هنرمند شدن را دادند. رکتور ما تیمورخان مقصود بودن، بسیار یک شخصی عجایب بودن. من گفتن که پسرم اکن تو باید که فیلارمون رفته کار کنی، نباشد فکلته ما تمام میکردن اونها راحت میگرفتن تا 2 سال کار نکنن و یا به دیپلم نمیدادن. من گفتن که تو کجای خواهی؟ یکی فیلارمونی جای تو گفتن. بعد من راحت گرفته فیلارمونی آمدم. علی رضاییویچ رحمان قلوف من گفتن که تو کنی یک سرود خوان که من بینم که تو چی لیاقت داری. و وقتی یک سرود خواندم، این سرودی وای بود، سرودی کلاسیکی بود که من اینه در سال 1974 در فستیوال کنکورسی خوجند شهر لینلاباد با دوشنبه فستیوال کنکورسی بوستان بود، در همینجا سرودی کنکورسی بود، همین خواندم 2 گاه. گفتی به ما که آن گلی رخسار نازک است. همین وقتی که خواندم این کس گفتن که نغز گفتن نه که یگان آهنگ خودت هسته گفتن خوانی. بعد من همین سرودی گل رخسار صفی و دنیا غنیمت است از من خبر بگیر همین خواندم. وقتی که همین خواندم بعد محقوق شدم کس با گفتن که نباشد تو قبول. سالی من هنوز استودنت بودم، این من تیار کردگی بودم. بعد در سالی 75 سفری هنری تئاتر لاهوتی، یعنی که محمود جان واحدوف، عطا محمد جانوف و دیگر هنرمندان در شهر خوجند بود. من امتحانات دولتی تیاری میدیدم که یک استاد داشتیم فرهاد جان ذکریایف. همین کس آمدن بگاهی آبشید بی گفتن که مراد بی گفتن من محمود جان واحدوف قطعی هر دو ما هم صنف. من همین خانم دعوت کردگی و چی میشد که همین بگاه همون تار گرفته میرفتی و یک صحبت میکرده. من که بسیار مخلصی محمود جان واحدوف که بودم، از خرسندی قناعت داشتم پرواز کنم. بعد تار گرفتم و بگاه رفتم و خودشون ماشین خطی آمده من گرفته بردن. همون شب تا صبح ما صحبت کردیم. همین سرود دنیا غنیمت است وقتی خواندم، همین گشتی و برگشته استاد محمود جان واحدوف میگفتن که همین خان یک جوشه اگر همین دیگه خیلی کرده خونیم چه خیلی میشه میگفتن. من به مصلحت میدادم. وقتی که من به طوری اون کس گفتگی میخوندم گوش میکردم میگفتن که نه همون طوری خودت خواندگی درست در. همون شب گویا که قریب 11 مرتبه همین سرود خواندیم با تکلیف استاد محمود جان واحدوف. میخواستن که کجای همین سرود تغییر دیدن که اخیر آمده گفتن که همین چه خیلی که خودت ایجاد کردی همین درست‌تر گفته.
و وقتی که من فیلارمونی کار آمدم با استاد محمد جان واحدوف یعنی که با میخوردیم کس من دنیا غنیمت است میگفتن میگفتن ها دنیا غنیمت است چی خیلی میگفتن دنیا غنیمت است از من خبر بگیر. ولی معلوم شد که آن زمان متن این سرود به طلبات زمان موافق نبوده است و مدتی دراز نتوانست که این متن را با آهنگ ایجاد نموده‌اش سرآید. هر لحظه قیمت است از من خبر بگیر. بعدی که اتحاد شوروی پاش بود سال 94 95 بود بعد رفته در خانه رادیو با همون غزل گلرخسار صفیه و این اصلا با ثبت کردن. دنیا غنیمت است از من خبر بگیر. هر لحظه قیمت است از من خبر بگیر. دنیا غنیمت است. صنعتکاران با چند راه بس روی صحنه می آیند. این مردک با عشق، با صمیمیت، با سرودهای بسیار دلپذیرش آمد. دیگر اینکه او یگانه صنعتکاری که هم از معنی شعر آهنگ می جوید هم بی واسطه آهنگ ایجاد میکند بعد شعر می جوید. برای همین تیز به دلها جا شد. برای همین تیز او را دوست داشتم. آی من میمورم و به شرفه آبی وطن. لحن سرایدن مرادبک نصیرالدینov بخصوص اجرای سرودهای مردمی وادی زرافشان به کل علاقه‌مندان پسند است. چون خود در هوای این رویات مردمی به وی رسیده است توانست که با طرز خاصی سراییدن این سرودهای مردمی را به قلب بیننده رساند. گذشته از این مرادبک نصیرالدینov همچون احیا کننده سرودهای مردمی وادی زرافشان توانست به این ژانر تغییرات وارد کند. در این مورد خود هنرمند چنین میگوید: این یک فلکی است. اصلا گیرین فلکی. وقتی که مردم در مسجد کهنه وقتی که برای هیزو می رفتن البته اما خر سوار شده با یک دو سه خر یا پیش بعد برای هیزو می رفتن و تا تگاب رفتن و بالای خر به همین روی خوانده می رفتن و استاد آدینی هم می گفتن که مرادبک همون چیزی که تو میخوانی همون خواهی که میخوانی هوای هم فلکی حساب میشه. هوای هم فلکی وادی زرافشان حساب میشه. و همین چیزا اصلا در مسجد میخوانن همین رباطوره با همین آهنگ وش و من اینو گیره تکمیل دادم. یعنی که از این آهنگ نو برآوردم که در این مانند نبود و حاضر همین آهنگ منو همین چیز همش گویا که رباطی زرافشان شده رفت معمول شده رفت لیکن اساسا قسم دومش این آهنگ خودی من است. خودی من قسم یکمش میخوانم و گوش کنید. قدی تو الیف قامتت چون دالای یک روز جداگیت به من 100 سالای. قدی تو الیف قامتت نفدایریم خلقت کرده سا زیبا خداوندی کریم هایا. دویم قسمتش که من ایجاد کردم. یارون شما عجب یارون دای یار می برود چوبش نمی گردون دای
در عقبه آبردن دلم میلرزد در بندی دلی جورم ورم میارزد یا که در شهری مسافری دلم نالونه آدم به غمی همیشه سرگردونه امشب چی شبه که یادی مادر کردم بر خانه بابای دلم پزمونه این دویم قسمش ببینید همه سراپا غم است و جدایی هست و یعنی که مناجات هست. انا همین خطه من حاضر در تمامی فرض کردیم که رپرتواری فرض کردیم حافظ های فیلارمونیا از آن خانه رادیو بعد من بین از من گرفته عبدالله سلطانوف شادروان یعنی که با چیزهای یغنابی یعنی که با روایت های یغنابی همین آهنگ خان یعنی که همین چیزی ایجادی من است. بعدی که روبایی زرافشان و مسشاه او خوند دیگر رو من میبینم کسی که میخوند تقلیدی اکای مرادبک میکند برای که مثل او من دیگه ندیدم که دلرس و همین بجا خواندن همین دو بیت های مسشاهی را بیا تا قدری یک دیگر بدانیم. مرادبک نصیرالدینов از زمره هنرمندانی است که واقعاً به شعر و سخن آثار کلاسیکان مهر زیاد دارد. دوم در روی موزیکاریش کتاب‌های بشمار پراکنده اند و از آنها نمونه‌های شعری بهترین را انتخاب نموده آهنگ می‌بندد. این است که هر سرودش دلنواز و دلپسند است. چرا در عشق یک دیگر نخوانیم؟ اصلا من در مکتب میانه از زبان ادبیات باهای بلند میگرفتم. من بسیار ادبیات رو نظم میدیدم، زبان رو نظم میدیدم و بسیار با کلاسیکا رو می آوردم. از همین من کلاسیکای ما همین قدر غزل و ربایی ایجاد کردن که اگر 1000 سال دیگه حافظه ما خوانن و میرسه. لیکن من امروز حیران میشم که جوانا خودش نام خودش با خطا مینویسد، نام خودش درست نوشته نمیتوند یا که معنای نامش نمیداند که چی است. و امروز شعر ایجاد میکند، خودش آهنگ میمونه، خودش میخواند. اگه آهنگ از کدام چی میگن از طریق تلویزیون از کدام حافظ باید دوزید خدا میداند، همین گویا که چیز تیار میگیرد و خودش ایجاد میکند میخواند. من همین شعرهای پست به معنی و شاید که همون طلباتی همون زمان همه خیلی باشد که اینا به همین پستی میرن و من معلم بودم و حافظی میکردم و بعد در کروژه خود فعالیتی شادروان یک رئیس کالخاز بودن رجب نوروز تو گفتن برای قرصک سرود نخوان، حرکت کن که سرودی بلند خوان. گفتن سرودی بلند خوان که سرودی بلند گفتن آدمی میفهمیدگیش میفهمد. گفتن یک شخصی دیگر شما ممکن دانید میرزا محمود بودن، اون کس حجوینگار بودن، یعنی غزل‌های حجوی می‌نوشتن که در همین رپرتوار استا مستا بیشتر غزل‌های منکس بودن. در یک سفر هنری در ناحیه عینی ما همون کسی هم صحبت بودیم و من یک سرودی باید میخوندم، اون نومیدی داشت، آهنگ نومیدی. و همین کس گوش کرده گفتن که این چیزها رو گفتن نخونید، گفتن این چیزها چیزهایی یک نومیدی یک آدم دلش باید میکند، از حیات از زندگی خنک میکند. این چیزها گفتن برای شما نمیشه. شما گفتن حالی جوان هستید، آینده دارید،
شما باید همون سرودها یعنی که بیشتر رو بیارید، یعنی که 2 نفر در همین گویا که در همین ریپرتواری من برای با کلاسیکور آوردن 2 نفر برای من یک تکان بخشیدگی. خدا رحمت کند میرزا محمود و رجب نوروزов. شما در خانه‌تون مثال همه فرزنداتون برای شما یک است، یکی یک تاش با البته برای شما با شیرین‌تر ده، خواه نخواه یک تاش با شیرین‌تر میشه، با واسطه همون رفتارش میشه، هم شیرینی میکند یا که یک چی میکند شما برای همین در همین آهنگ هم هست، همه که آهنگویی که باید با بیشتر نغز میبینید و بیشتر باید سوز میخونید و چی میخونید و چند آهنگ من دارم و من همه آهنگامو من با یک و میخونم با یک سوز و با یک چی میگد از دل میخونم، برای اینکه از دل نخونه و به دل رفته نمیرسه. لیکن بعضی سرودها هستن که خود خلق هم اون رو بیشتر طلب میکنند. من مثلا میزند بارون به شیشه 30 سال میشد که همین سروده حالی هم در مرکه ها میریم طلب میکنن که همون سرودی میزند بارون به شیشه خونه. استاد لایق هم بسیار نظم میدن همین سروده در دل شبها دلم گم میزند. همین چیزا تا حاضرم مثلا طلب میکنن همین چیزا میخونن و خودی استاد لایق هم همین سرودی بسیار نظم میدن. در کدام محفلی که میشتیم صحبت داشتیم همین سروده بسیار نغز قبول میکردن. در حجره کاری استاد حتما چشمتان با پلاستینک و قرطه های زیاده میافتاد. عمان مرودک نصیرالدینов به هر یک نویگری تکنیک و تکنولوژی شفقی به اندازه دارد. اکنون با مرور زمان به پیشروی ترقیات من تکنیکا حوض پلاستینک ها را استفاده نمیبرن. لیکن در این رادیوی من هم پلاستینکا هم دیسک هم کاسته هم رادیو این هنرش بسیار اینه. یک پلاستینکا مونم یعنی سال 89 وقتی گرام زپسی تاشکند آمد وای با دوشنبه با ما همین پلاستینکا را ثبت کردیم در خانه رادیو. من حاضر اون وقت انسامبل گنجینه با کار میکردم. من اینجا همه هنرمندا نوازنده ها از انسامبل گنجینه. ای شادی دیر آمده ای دردی من خوش آمدی ای رد برقی قسمتم بحری چی خاموش آمدی. این سرودایی که برای من هیچ وقت کهنه نمیشن و من سرودای من برای من کهنه نمیشن، همش کدام وقتی خوانم برای من بود نوست. تنهایی را دوست میدارم، تنهایی را دوست میدارم. یکمش در تنهایی برای من یک امکانیتی یعنی بیشتر ایجاد کردن برای من پیدا می شود و دوم تنهایی را از آن نظم میگیرم که حاضر در محفل ها وقتی که هم صحبت میشه بیشتر مردم از همون گپای بیهوده برای من همین تنهایی و کاری فرض کردیم که ایجادی برای من خوبتر است. خرسان از آن میشم که یک آهنگ نو ایجاد میکنم، یک آهنگ نو، یک غزل نو و میبینم که این غزل چقدر همون مخلصای من قبول میکنن. از قبول همین چیز من بسیار خرسند میشم، یعنی که همین وقتی که شخص در همون حیاتش یک کاری خوب میکند اول خرسند میشه.
همین برای منم همین یک کار خوب است که من با یک گویا که موفقیت با سزاوار میشم، بود مخلصای نو پیدا میکنم، یا که هم مخلصامو بود خرسند میکنم، چیزی نو تیار میکنم. خاطر نرود به گلستانه آن را که جمال توست منظور. هنرپیشه خلقی تاجیکستان مرادبک نصیرالدینov همیشه در پی ایجاد می باشد. چون دائما مشغول خواندن است، هر یک نمونه شعری مخمورش بوده را میخواهد با آهنگ دلچسب سرآید. شیرین و زیبا آمدم سرمست و نالنگ در بغل در خانه ما آمدم. هست چند آهنگا هستن که حاضر چند نفر آن شنیدگی نیستن. من از هلالی هست، من اینجا همشه در اینجا گرفته مانده بودم. خیلی زمزمه هم کرده داد میتونم. من از هلالی چطور فرستادیم؟ ای نور خدا در نظر از روی تو ما را، بگذار که در روی تو بینیم خدا را. تا نکهت جان بخش تو همرنگ صبا شد، خاصیتی ایساس دمی بادی صبا را. خاصیتی ایساس دمی بادی صبا را. ای نور خدا در نظر از روی تو ما را. از هلالی و چند دیگر شعر بسیار نقص درک میکند. اگر همون هنرمندی که شعر نقص درک کند آهنگ شعر مییابد. او را خدا داد است، همین طبع خدا داد دارد اکای مرادبک. یک طریقی موفقیت ایشان، کامیابیشان در هنر، من فکر میکنم همین محبت به ادبیات کلاسیکی ماست. محبت به غزلهای سعدی هست و صایب است و تورل است و جامع است و حافظ و بیدل که در آثار مرادبک جایگاه ویژه دارد. کسی که هم از اقیانوس اشعار کلاسیکی ما و شعر معاصر ما و هم از بحر و دریای اشعار شفاهی مردم بهره‌های و گوهرهای چیده اند و همین قوت معنوی را برای ما و شما اهدا می‌کنند. سرمحرر اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان شهاب‌الدین اخنظر ابراز می‌دارد که مرادبک نصیرالدینov در راه ایجاد خیلی سیرطلب است. هرچند کم ایجاد می‌کند ولی هر یک سرودش خوشایند و پرمضمون می‌براید. بعضی شعرهای رو میبره، آهنگ میبندد که آدم در حیران میماند. برای که فکر میکنید اگر هم غزل خونه دیگر این میگه که هیچ گفت با آهنگ وارد شدنش یا با آهنگ جوش شدنش غیر امکان است. لیکن این مرد یافته است بعضی چیزا خیلی، مثل دودی آهم یا سرودهایی که درخت دوستی را با لحن دیگر و کلاسیکانه خواندنش، این الکی خودش یک موفقیت بسیار بلند و بسیار استعداد طبیعی و زمینی داشتن خود همین هنرمند است. به شهرت با یک نظری بد نظر دارم. برای چی؟ وقتی که شهرت نادرست به خودتان میگیرید و شما رو میکشد و بسیار شخصا را شهرت کشتگی است. اونا شهرت یعنی که از شهرت بسیار تکبر، مغرور از خود میرن و همین چیز اونها را یعنی که به پستی میبرد یا که نیست میکنه.
من امروز میبینم جوانها حافظه نه برآمدگی که میرن یک جا فرض کردیم که با یارا بسیار تعریف بسیار میکنن ای حاضر از تو حافظی زورتر نیست، ای تو قائل کردی. الکه میبینید که رفتارشون دیگر، کردارشون دیگر، الکه میبینید که با کارهای بد الکه بعد 2 سال 3 سال میبینید که نیست، نه شهرتش نه خودش. برای اون که همین چیز یعنی که سوابدارش شهرت و همین شهرت درست یعنی که نفهمیدن و درست چی نکردن. یعنی که مردم شما قرصک میزند شما را قرضدار میکند که شما باز از بالای خودتون بیشتر کار کنید. برای اینا شهرت نه هر کس داشته میتواند، نه هر کس شهرت یعنی که درست فهمیده میتواند. که سبک او، لحن او بسیار دور و دراز در دل مردم میماند. او بعد بهترین خاصیت هنری او همون است که او همه کنسرتاش تاریخی زنده می سراید بدون فونوگرام. برای همین هر یک سرود تاریخ زنده خواندن با طرز نو پیش بری میکنن. مثل یک پیسه که مثال تئاتر لاوتی سپکتاکل پیش بری کند، هر کرات همون هنرمند هر خیل بازی میکند. من شکر میکنم که خدا من به همین راه برد که من اینقدر در بین خلق احترام یافتم و امروز من در احاطه رفیقا، دوستا، مخلصا اینه که تنها نیستم و افتخار از آن میکنم که من چند آهنگایی که من ایجاد کردم و با چند کس میخواند، یعنی که همون چیزه، یعنی که من برای صنعت از خودم یک کم باشدم، یک قطره باشدم که یک چی ماندم مثال در همین صنعت خلقی بزرگ ما. باز از سری ما گذشت یک روزی دیگر، با شعر و ترانه های دلسوزی دیگر. یک روزی خدا رفت و سلامت باشه، یاران همه تا روزی دل افروزی دیگر. ای مردمی بیدار پناهتون به خدا، تا دیدن دیدار پناهتون به خدا. درختی دوستی بینشان که کامی دیل ببار آرند، نهالی دشمنی برکن که رنجی به شمار آرند.